سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. مرحبا بکن. مزاحمتون شدیم با 10 ورزشگاه برتر دنیا. از ورزشگاه ومبلی گرفته تا ورزشگاه آلیانز آرنا و ورزشگاه اولترافورد، نیوکمپ، آستگای مکزیک، ساکر سیتی آفریقای جنوبی، سانتیاگو برنابو، آنفیلد و سان سیرو و همچنین ورزشگاه آزادی خودمون. خب شروع میکنیم با ورزشگاه ومبلی لندن که در انگلیس واقع شده. این ورزشگاه به خاطر گنجشش شگفت‌انگیز 90,000 نفری در مقام نخست قرار میگیره و در سال 2007 با بازسازی دوباره خانه فوتبال بریتانیاست و همچنین تا سالها به هیچ ورزشگاه دیگری واگذار نمی شود. به هیچ عنوان ورزشگاه دیگری واگذار نمی شود. ورزشگاه بعدی، البته بذارید عکسشو ببینید لذت ببرید. ورزشگاه خداییش. ورزشگاه بعدی هم که داره میاد ورزشگاه آلیانز آرنای آلمان در مونیخ است. این ورزشگاه گنجشی شگفت‌انگیزی 90,000 نفری 90,000 نفری نه 70,000 نفری داره و جلوه زیبایی با روشنشدن چراغاش در شب داره و ورزشگاه خانگی بایر مونیخ یا همون باوارایی ها هم هست. ورزشگاه سوم، عکسشو ببینید اول ورزشگاه آلیانز آرنا رو. واقعا چه ورزشگاه مدرنی، واقعا جلوه روشنایی چراغاشو نگاه کنید، واقعا زیبات از این آرایش کردن. ورزشگاه سوم ورزشگاه اولترافورد در انگلیسه که با نام تئاتر رویاها هم شناخته میشه. خانه تیم منچستر یونایتده و همیشه بازیکنان دوست داشتن که در اون بدرخشن و هنوز هم هست. و این باشگاه مالک یکی از ثروتمندترین و با ارزش‌ترین تیم‌های دنیاست و در لیست سوم این جدول و ورزشگاه قرار میگیره. عکساشو با هم مشاهده میکنیم. چهارمین ورزشگاه نیوکمپ بارسلون یا همون کاتالان ها هست که در شهر بارسلون واقع شده و برخی از بهترین بازیکنان جهان همچنین لیونل مسی در آن بازی کرده. خیلی بازیکن واقعا بزرگ توش بازی کرده. در لیستی چهارم این جدول قرار میگیره. عکساشو با هم مشاهده میکنیم. این عکس همون عکسه که 2 هفته پیش لیونل مسی البته فکر کنم قلب‌تر بود گرفته بود. واقعا خبرسازم شد. واقعا لیونل مسی بازیکن واقعا بزرگه. پنجمین ورزشگاه آستگای مکزیکه. میزبانی 2 فینال جام جهانی بوده و گنجایش معادل 100,000 نفر داره و در فوتبال مکزیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ششمین ورزشگاه ساکر سیتی است که در شهرک سوتو در حومه شهر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی واقع شده و ظرفیتی معادل 90,000 نفر و در جام جهانی 2010 برای جام جهانی 2010 ساخته شد و در رتبه ششم این جدول قرار میگیره. ورزشگاه هفتم که دیگه همه میشناسن، ورزشگاه سانتیاگو برنابو که مالکش رئال مادریده و بازیکنان بزرگ همچون کریستیانو رونالدو در اون بازی کردن و در جایگاه هفتم قرار میگیره. عکسشو با هم مشاهده میکنی. هشتمین ورزشگاه آنفیلد در انگلیس که گنجایش حدود 54,000 نفر داره و خانه تیم لیورپوله. با هم عکسشو مشاهده میکنیم. واقعا برای لیورپول بهشت، برای رقبا جهنم آنفیلد. حیف که الان لیورپول اوضاع خوبی نداره.
خب میرسیم به 9مین ورزشگاه در این رتبه بندی که سانسیروی میلان که در شهر میلان ایتالیا واقع شده و گنجایشی حدود 80,000 نفر داره و دید خوبی برای تماشاگران داره و واقعا معماری جالبی داره و همچنین میزبان فینال لیگ قهرمانان 2002 هم بوده. عکساشو با هم مشاهده میکنیم. واقعا ورزشگاه خیلی جالبی. و همچنین 10مین ورزشگاه آزادی ایران که خانه تیم ملی فوتبال ایران هم هست در سال 1971 توسط خیلی جالبه محمد رضا شاه پهلوی ساخته شد و گنجایشی حدود 78,000 نفر داره. البته دارن بازسازیش میکنن، در دستی بازسازیه. گفتن گنجایشی 100,000 نفریش ایجاد میشه و در رتبه بندی رتبه 10 رو به خودش اختصاص میده. ممنون که تا اینجا با من بودید.